سلام کنم خدمت بینندگان کانال جدید. من ایرج رضایی هستم، به همراه همکارم سحر آزاد یکی دیگر از برنامه‌های نگاه روز را تقدیم حضور شما می‌کنیم. وزیر بهداشت اعلام کرده که بیمارستان‌ها در آستانه ورشکستگی قرار دارند و این وزارتخانه با کسری بودجه 8000 میلیون تومان مواجه هستش. پیرامون این موضوع گفتگوی داریم با مهمان برنامه این هفته محمد شکوهی. محمد شکوهی، به برنامه نگاه روز خوش آمدید. با سلام به شما و بینندگان. محمد شکوهی، ماجرای ورشکستگی بیمارستان ها که وزیر بهداشت به آن اشاره کرده از چه قراره و کدوم بیمارستان ها و چرا ورشکست دارن میشن؟ این دلایلی که وزیر بهداشت برای ورشکستگی بیمارستان ها آورده توی فرمول بندی به این معنا بیان شده که چون هزینه های بیمارستان ها به حساب شفاف نیستن، روشن نیستن و تعرفه هاش ناروشنه و این یکی از دلایلی که باعث عدم سودآوری بیمارستان ها میشه. این فرمول بندی که وزیر بهداشت جمهوری اسلامی چیز کرده و ها اینا ترجمه بکنه به زبان مردم عادی، معنیش اینه که به حال باید خصوصی سازی بشه. معنی که تعرفه ها ناروشنه، تعرفه ها رو خود همین جمهوری اسلامی یا وزارت بهداشت اعلام میکنه. این تعرفه های درمان از اقامت روزانه در بیمارستان، هزینه تخت، دوا و درمان گرفته تا مجموعه خدمات جانبی که بیمارستان میدن مدام قیمتشون بالا میره. الان وزیر بهداشت اومده گفته که به حال این به حساب تعرفه ها کافی نیست. اگر ترجمهش بکنیم به زبان آدمیزاد، در نتیجه باید تعرفه ها بالا بره که بیمارستان ها سودآور باشن که بتونن از قبل هزینه هاشون چیز کنن بر بیان. معنای یه بهانه دیگه هست به این که برای هزینه های درمان ببیشه بیمارستان ها را ببرن بالا. اینکه کدوم بیمارستان ها و چرا ورشکست میشن اینجا هم به طور مشخص‌تر منظور وزیر بهداشت بیمارستان های طرف قرارداد با تامین اجتماعی هستند. بینندگان عزیز میدونن که به حال سازمان تامین اجتماعی بزرگترین سازمان بیمه‌گر تو ایران هستش که خیلی از مردم از خدمات بیمه‌های درمانی اون استفاده میکنن. در نتیجه به حال هزینه هایی که سازمان تامین اجتماعی قرار به کسایی که مریض میشن، بخصوص بستری میشن توی بیمارستان ها بپردازه، از نظر وزارت بهداشت کائین هستش و به این معنا به قول خودشون مشکل بیمه‌ای دارن. در واقع یه تبانی و تلاشی دارن میخوان بکنن با سازمان تامین اجتماعی و بیمه‌های و شرکت‌هایی که بیمه میدن با وزارت بهداشت که بتونن در مجموع به بهانه اینکه بیمارستان‌ها دارن ورشکست کنن هزینه کلاً بهداشت، دوا و درمان و اقامت توی بیمارستان‌ها را بالا ببرن. محمد شکوهی، ادعای کسری بودجه 8000 میلیون تومانی وزارت بهداشت چقدر واقعیه و کلا در سهم بندی بودجه جمهوری اسلامی چه سهمی به وزارت بهداشت و درمان تعلق میگیره؟ این ادعایی که به حال الان نزدیک به تقریبا 3 سال دارن مطرح میکنن، ادعای کمبود بودجه وزارت بهداشت و منتها وقتی آدم میره به خود آماراشون نگاه میکنه این هزینه‌ای که به اصطلاح برای بخش سلامت بهداشت و درمان دادن توی بودجه مصوب سال 1390 دادن مبلغ نزدیک به 10,000 میلیارد تومان چیز کردن. الان اومده میگه که 8000 میلیارد تومان کسری بودجه دادن. سوال اینه که این پول کجا رفته؟ هیچ بیمارستان جدیدی ساخته نشده، داروها گران شدن، هزینه‌های درمان که مردم دارن میپردازن. منتها یه جای بالاخره این سوال این که 8000 میلیارد تومان چند اندازه واقعیه، چند اندازه مثلا این کسری واقعی، روی همینش هم میشه شک کرد. خود همینا اومدن معاون وزارت بهداشت مربوط به امور دانشگاه‌های علوم پزشکی اومده اعلام کرده که 70% بودجه سهم سلامت که 3% هستش تو بودجه کل 92 به دانشگاه علوم پزشکی اختصاص داده شده. خب دانشگاه علوم پزشکی چیکار کرده؟ سوال بر سر اینه. بیمارستان ساخته، هزینه یا تو این دوره به حساب 4 ساله تونسته متخصص دکترها یا پزشکان متخصص چیز بکنه، سازمان بده، یا درمانگاه در کشور در مناطق دور افتاده ساخته. این پول بالاخره کجا رفته؟ بنابراین این ادعای کمبود بودجه اینا به نظر من حتی با استناد به حرفایی که خودشون میزنن واقعی نیستش. یه بهانه ای هستش که یه بار دیگه بتونن بالاخره یه سهم دیگه از بودجه را با آوردن تکثری به حساب ببرن توی مزه تحصیل بکنن، یه بار دیگه پولی دستشون بیفته که بتونن در واقع امورات وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی را این پولو به هیچ وجه قصد ندارن اینا جهت بهبود به اصطلاح وضعیت بیمارستان‌ها، بالا بردن امکاناتشون و یا خدماتشون. یه بحثی بین خودشون که میخوان دوباره این پولا رو بالا بکشن.
عمل سادهش اینه. بله. وزیر بهداشت گفته اگر بتوانیم یارانه دهک‌های ثروتمند را در کشور در اختیار بیمه‌ها قرار دهیم، میتوان امیدوار بود که مشکلات مردم در زمینه بهداشت و درمان مرتفع شود. این ادعا چقدر واقعیه؟ اگر برفرض این کار انجام بشه چه وضعیتی پیش میاد؟ آیا مشکل حل میشه؟ و اینم از اون طرح‌های مشترک به وزارت بهداشت است. همین الان تو ایران بحث دادن یارانه ندادن، این که سه دهک حذف بکنن حذف نکنن چیکار بکنن، خود جمهوری اسلامی درگیر این قضیه هستش. الان که فضا برای بحث یارانه ها باز هستش و همه دارن به اجرای بحثش میکنن، یعنی اومدن به عنوان آلترناتیو به عنوان یه طرح چیز کردن که آقا شما یارانه ها اگه میخواین حذف کنین مال این سه دهک و اون سه دهک که میگین ثروتمند اینا بدین به شرکت‌های بیمه در اختیار بیمه ها قرار. سوال اینه برفرض که این عملی بشه به شرکت‌های بیمه ده. شرکت‌های بیمه کیا هستن؟ سازمان تامین اجتماعی بزرگترینش است، بیمه آسیا، بیمه ایران، بیمه ایران زمینن. اینا سه تا غول‌های شرکت‌های غول‌های بیمه ایران هست که همه اینا یه سرشون واسه به تامین اجتماعی، یعنی بدون سازمان تامین اجتماعی اینو کاری نمیتونن بکنن. تازه دوم اگر این ادعا با این ادعا که به حال این پول قطع بکنیم بره به قسمت بیمه اینا بهداشت و درمان مرتفع بشه، کدوم بهداشت و کدوم درمان و برای کی مرتفع میشه؟ خودتون که اومدین گفتین که این همه هزینه گذاشتین برای بهداشت، خودشون اومدن اعتراف به این کردن که ارزی که برای دارو اختصاص داده بودن 1-2 میلیارد دلار بوده ولی 800 میلیون دلار دارو خریده شده. سوال بس این یک خورده میلیارد دلار کجا رفته که این یارانی سه دهک هم به عنوان یه طرح تازه بیارن مطرح بکنن که بگم پول اینا به حساب از اونجا بیارن ببرن خدمت به حساب وزارت بهداشت که به این امید که بهبودی پیش میاد. کلا در مضمون اینا یه مافیای مالی هستش که توی وزارت بهداشت سرش توی وزارت بهداشت، سازمان تامین اجتماعی، دولت، همه اینها مشغولن کلا یک کار دارن و اونم اینه که هرچی بیشتر بتونن پول در اختیار بگیرن، هرچی بیشتر بتونن خصوصی سازی بکنن، هرچی بیشتر به حساب بتونن در سایه خصوصی سازی قیمت خدمات بیمه های درمان کلا وضعیت بهداشت اسفناکتر بکنن و این به حساب اگر بالفرض این چیز بشه هیچ نفع مستقیمی در بهبود به حساب وضعیت بهداشت درمان میلیون ها نفر تو ایران نخواهد شد. طبعا این پول صرف هزینه های خود و عمل و کره وزارت بهداشت و ارگان های خودشون خواهد شد. بنابراین بحث قطع یارانه ها تازه اگر بتونن این سه دهک بزنن چیز دروغ و شارلاتانیسم بیش نیست. بله. هزینه های سرسام‌آور بهداشت و درمان سالانه 7% از مردم رو در زیر خط فقر سوق میده. علت این چی هستش و کلا چرا دارو و درمان در ایران گرانه؟ ببین به حال این خود همین سوال به حال یه ادعانامه علیه کل به حساب وزیری که وزارت بهداشت در چیز کرد ادعا کرده از کمبود به اصطلاح چی میگن بودجهش گرفته و تا مجموعه سیاست‌هایی که دادن. بالاخره توی اون جامعه مریضین آماری که خودشون میدن، آماری که بالاخره هر سال 7% از مردم ایران تازه مردمی که کار میکنن، کسایی که حق بیمه میپردازن، کارگرها، کارمندا، اقشار کارکن جامعه، این اگه مریض بشه هزینه یک روز بیمارستانش 280,000 تومانی، یک هفته بیفته توی بیمارستان با اون 400,000 تومانی قدرت پرداختش نداره. بخواد مراجعه بکنه به سازمان تامین اجتماعی، بخواد از بیمه‌های درمانی اون استفاده بکنه، سازمان تامین اجتماعی قرارداد داره با بیمارستان‌ها تا نزدیک 45% هزینه‌های درمانی رو میده. در نتیجه مجبورن خود مردم از جیب خودشون به حساب هزینه‌های دوا و درمان شده. تازه اون مردمی که دارن کار میکنن وای به حال اونی که به حال کار نمیکنه که اصلا هیچ بیمه‌ای هم نداره. بنابراین تو ایران مریض شدن یعنی فقر و مسئول این به حساب هم مریض شدن هم رانده شدن به زیر فقر و گرانی بدبختی خود سیاست‌های مربوط به سلامت و بهداشت درمان جمهوری اسلامی هستش که به حال این وضعیت به وجود آورده. که پرسیدین علل گرانی داره و کلا هزینه‌های داره، یه بخشش من اشاره کردم تو اول صحبتم به سیاست‌های سلام مربوط به سلامت و بهداشت درمان دولت هست. مثلا در رابطه با گرانی دارو کمی فرق می‌کنه، اینم جزئی از سیاست‌های جمهوری اسلامی هست. منتها اینجا ما با یک مافیای ارزی وسیع و گسترده واردات دارو داریم که این دست وزارت بهداشت است. توی ایران وارد کننده بزرگ دولته. وزارت بهداشت هم یک از وزارتخانه‌های دولته. ارز که به اصطلاح اختصاص میدن برای وارد کردن دارو
اینا ادعا میکنن که ما داریم داروهای مشابه توی داخل تولید میکنیم، در نتیجه ارزها را چیز میکنن. داروی داخلی که میاد توی بازار مردم مصرف میکنن، مثلا بیماران تالاسمی چندین مورد اتفاق افتاده و حال دچار عوارضی میشن. یعنی در مضمون میخوام اینو بگم که به حال اینا پولا را بالا میکشن و از اون طرف هم ادعا میکنن که داروی مشابه داخلیش رو تولید کنه. داروی مشابه هم که اثرات قدم و ضایعاتش توی جمعیت خیلی بیشتر است. کلا در مجموع سیاست عمومی دولت و در رابطه با دارو و اینا، بالا نگه داشتن قیمت دارو و انحصار، در دست گرفتن انحصار و واردات دارو و اینا هر موقع دلشون میخواد دارو رو وارد میکنن، تقسیم میکنن، حتی در چه روزی، در چه ساعتی، چه دارویی به حساب و به چه بیمارستان‌های باید داده بشه و قیمت به حساب داروهای به حساب ضد عفونی یا داروهای قلبی یا بیماران تالاسمی یا سرطانی یا مزمنی، اینا کلا در مغز هدف اصلی اینها زدن به حساب سودآوری و دزدی از قبل به حساب هم سلامت مردم، یعنی قربانی کردن سلامت و وضعیت جسمانی مردم امیال سودجویی خودشون. بله، ممنون از شرکت شما در برنامه نگاه روز محمد اشکویی. خواهش میکنم. بینندگان عزیز، این بود یکی دیگه از برنامه‌های نگاه روز. به همراه همکارم سحر آزاد شب و روز خوشی را برای شما آرزو مندیم.